سلام دوستان، شب همگیتون بخیر. ادامه کتاب تکه‌ای از یک کل منسجم، فصل دوم، ما و رابطه ها. برای وارد شدن به تعریف رابطه باید قبل از اون به بررسی مفهوم درون بپردازیم. درون چیه؟ در بسیاری از کتاب‌ها و نوشته‌های روانشناسی در مورد درون صحبت شده و این موضوع باعث گیجی مخاطب شده. در واقع اصطلاحات زیادی در متن‌ها استفاده میشه، مثل کودک درون، گفتگوی درونی، درون خود را بشناسی، جهان درونی و نیروی درونی. اما توضیح درون بسیار ساده تر از این مفاهیمه. درون یعنی تمام علائم فیزیکی که در درون ما وجود داره. در واقع درون یعنی بدن. اکنون به بدنمون توجه کنیم و اونو حس کنیم. ضربان قلب، گرفتگی، سفتی، کشیدگی، تنیدگی، منقبض بودن، سنگینی در سر و اندامهای بدن. به کوچکترین علائم درون بدنمون نگاه کنیم و اون رو حس کنیم. درون یعنی همین. یعنی جهان زیر پوست ما و علائم فیزیکی بدنمون. دقت کنید که افکار و ذهن ما جزء علائم فیزیکی نیستن. در واقع توجه به علائم فیزیکی و حس کردن باعث توقف کوتاه ذهن و افکار میشه. حس کردن و مشاهده‌گری جدا از افکاری است که وجود دارن. پس درون چیزی جز علائم بدنی و احساسهای درون بدنی نیست. و حالا نکته مهم اینه که رابطه‌ای وجود داره بین ما و درونمون. در واقع واکنش ما به علائم درونی بدن نوع رابطه ما رو با درون و بدنمون آشکار میکنه. تصور کنید که هر وقت میخواید به درون بدنتون توجه کنید، ناگهان بی تفاوت میشید و از ادامه توجه به بدنتون منصرف میشید. یا مثلا افکاری سرزنشی وارد ذهنتون میشه و میگی تو هم وقت گیر آوردی، این مسخره بازی‌ها چیه؟ یا مثلا به صورت وسواسی شروع به آنالیز کردن میکنین که الان این درد و این کشیدگی ممکنه مربوط به چه بیماری باشه. یا مثلا تا به علائم توجه میکنی کرخت میشی یا نسبت به درونتون عصبانی میشید. یا مثلا شروع به کنترل علائم یا پرسش میکنی که چرا اینطوری حس میکنیم. اون چه در طول مدت توجه کردن به درون به ذهن ما میاد افکاره و اون چه با رفتارامون انجام میدیم، مثلا بلند میشیم و راه میریم، این نوع رابطه ما با دنیای درونی بدنمونه. ماهیت دنیای درونی ما از دو بخش تشکیل شده، اضطراب و احساس. در واقع زبان جهان درونی ما، یا بهتر بگیم بخشی از ما که در درونمون وجود داره، اضطراب و احساسه. جهان درونی با کمک این دو عنصر با ما صحبت میکنن. زمانی رابطه ما با درونمون سالم تر میشه که آروم آروم تمرین کنیم و زبانش رو یاد بگیریم.